درود رفقا، من آرمین از چنل انیمه فیلم تیوی هستم. خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب و کامنتاتون ما رو حمایت کنید. امروز میخوام یکی دیگه از فیلم‌های فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنم. با من همراه باشید. اوکی رفقا، تریلر فیلم Kingdom of the Planet of the Apes یا همون پادشاهی سیاره میمون‌ها محصولی از استودیوی قرن 20 خبر از نبردی دوباره بین انسان‌ها و میمون‌ها میده. این فیلم به کارگردانی وستبال که قرار است در 24 می 2024 اکران شه. تو این فیلم اوونتیک، فری آلن، پیتر میکون، ایگا داروید و کوین دورن نقش آفرینی خواهند کرد. تو خلاصه فیلم اومده پس از اینکه سزار هم نوعان خود رو به سمت یک مأمن و پناهگاه هدایت میکنه، حالا تو فیلم جدید خواهیم دید که جوامع متعدد میمون‌ها به رشد خود ادامه میدن، اون هم در حالی که انسان‌ها به موجوداتی تقریباً وحشی تنزل یافتن. داستان فیلم از این قراره که یکی از فرمانروایان میمون‌ها دیگران رو در میان تلاش‌های خود برای دستیابی به فناوری انسانی به بردگی میکشه و میمونی متفاوت به دنبال آزادیه و امیدواره که با یه زن جوان برای رسیدن به آن هدف همکاری کنه. امیدوارم شما هم مثل من منتظر این فیلم باشید.